خیال لحظه یک قصه نقل میکنیم برای برادرای غریب. بگذاری برادرای غریبی ما همیشه در لباشو خنده باشه که غریبی آدم دلگیر میکنه. یک برادر پلان میکشه که همیشه همه رفته در رستوران یا عادیخ کنم میره و یک ستول زکس میکنه تمام جو و جس که کنیک ویسکی وودکا و ایکریر سلیوت که هم ستول نکریبت که دیگه ششته میخیر عادیخ که دسته او طرف ها نگاه میگه ستولاده دیگه عروساش دیگه خیلی دیار و برادراش دیگه همه کیفه کسه رو پروش یا آدم شتگیه همتا نگاه میکنه یه استکان وودکا گرفته یه استکان وودکا دروش دیگه نیچه مون دیگه همتا یه فور شادی کسه همتا کیفه کسه فایرو گرفته یه برادر جبیو خسته اومده میفورته گفته اینم تری ستول نمیخری تشکیلی میفورته گفته با نمیفوره گفته های انمو کلا دیدی برادر توری سری انمو خیلی یه شپلاق بزن بیا انم تشکیلی های خود برادر عزیز میره در توری سری کل بیچاره او خواه خورسه وجود کل آنم خود در توری سری کل شپیده روی من کنه شرقست وای حیران مشه میگه برادر تینجه میگه قربان چه خیلی قربان میگه اکه میبخشی من قربان نیستم چه خیلی قربان نیستی مکتبی 145 هر دو ما خوندگیم کن نه برادر خطا میکنی من قربان نیستم میبخشی میای میشینه تشکیلی رو میزنه این مرده کیف میکنه گفته براتون میفهمد که با عیر تشکیلی سخت‌تر باشه ها گفته برای همون کله یک دیگه هم در طوری سر بزن حقیقه که گب نیسته میخزه ایجاش جورو میره او کل همون که گب داشته با در همین طوری سر که شپیده روی میکنه ای برادر میگه تینجه برات میگه باور کو منم هر گوی طرفی تو نگاه میکنم خیالی میکنم قربان گفته اکه جان ما قربان نیستم میبخشی با تشکیلی میکنه بوم میزنن خیلی اوجه کیفات دیگه جور اوجه گیتلر میزنی اون با این مردک هم دیگه کیفاش نرمن نی گفته براتن میفورته یه بار دیگه هم پیش اخیستن منم خیلی تشکیلی باشه گفته بر نمیفوره گفته برای همون کل یک دیگه هم بزن همه خیلی خیست ایجاز گفته براتن قبل است تماشا که یه بار دو بار هم خرید کده همین کال در نزدیک شدگی همه خیلی سرش تو ده گفته براتن هاو ما قربانو اکرا ده توری سخنم زده گفته اونو تگاب یکی قربان نیست